توی یک کشو 3 تا جعبه طلا بود، 2 تاش خالی بود، یه دونهش توش مثلا سرویس بود. دقیقاً رفته بودن اون جعبه رو. عجیب، چجوری؟ طلایاب. از طریق آقا پسری با یه خانمی آشنا شدیم، بعد اینا با عملات از قبل با هم در ارتباط بودن. ما رو بردن گفتن یه کلید از کلید بگیریم بریم فلانجا، بریم در خونه رو خراب کنیم، وارد خونه بشیم و یه دوربر 5 میلیارد وسیله است بگیریم بیاریم. 2 مرد جوان که یکی از اونها از ناپا دچار مشکل بوده و به اصطلاح لنگ میزده، با پوشاندن چهره خودشون با روش‌های مختلفی مثل ورود از بالکن، دیلم‌زنی و استفاده از کلید، مواردی از قبیل طلا و جواهر، سکه و دلار و دیگر لوازم قیمتی و با ارزش رو سرقت میکردن. سلام، دستگیری باند سارقین منزل، همراه ما باشید. در پی گزارش‌های متعدد در خصوص سرقت‌های سریالی از منازل با شگردی مشابه، موضوع به صورت ویژه در دستور کار کلانتری شهرک فراجا قرار گرفت. سارقا شیب شگردشون اینجور بوده که با ماشینای مدل بالا مثل زانتیا 207 و ماشینای مثل پژو پاس، ماشینای گرون قیمت می آمدن که کسی شک نکنه. در بررسی که به عمل اومد مشخص شد که سارقین واحدهای آپارتمانی و منازل ویلایی محدوده بولوار وکیل‌آباد و برونسی رو که خالی از سکنه بودن رو شناسایی می‌کردند. 20 بود، 22 ساعتای 7 و نیم ما نبودیم خونه. 7 و نیم شب؟ آره، تو اوج شلوغی دیگه اومدیم خونه. پسر داداش ما تو 2 واحدیم اومد و زنگ زد که عمو بابا قفلا رو شکستن و رفتیم داخل، دیدیم یخچال به هم ریخته، کمودا، لباس، یه مقداری زعفرون بود، زعفرون خوش حدوداً 3 کیلو، بعد طلا بود. خیلی هم جالب بود که خیلی نقطه‌ای رفته بودن سراغ طلا، یعنی خیلی به هم ریخته نبودی. فکر می‌کنه حالا یا دیلم یه چیز انداخته بودن، درو باز کرده بودن. در کجا رو؟ در خاصی بود. آره، بعد فیلمش هم هست که کشاورزی رو میدن بالا 2 نفر، دستی با دست میدن بالا حدودش نیم متر، بعد میرن داخل و کشو رو میدن پایین و بعد دیوار هم که ما تو ساختمون داشتیم دیوار هم جمع کردن بردن. بعد طلا رو کجا نگهداری می‌کردین تو منزل؟ توی جیب لباس بود. تو طبقه آره، تو واحد ما بودیم. یعنی منظور گاف صندوقی چیزی اینا نبود؟ طلا رو ما 3 نقطه گذاشته بودیم، ما 3 نقطه. آره، مثلا یه تیکش گذاشتیم تو آشپزخانه، 40-50 تا ظرف بود، دقیقاً رفته بودن همون ظرفی که طلا بود اون برداشته بودن. تو کمد لباسا شاید مثلا 100 تا لباس تو کمد بوده، رفته بودن دقیقاً جیب مانتو خانمو باز کرده بودن، طلا رو از تو اون برداشته بودن. توی یک کشو 3 تا جعبه طلا بود، 2 تاش خالی بود، یه دونهش توش مثلا سرویس بود. دقیقاً رفته بودن اون جعبه رو. عجیب، چجوری؟ طلایاب. چون که من خودم ولی 4-5 سال سابقه طلا فروشی اینا دارم. چقدر طلا داشتین تقریبا؟ بودن 150 گرم طلا بردن، 2 کیلو 800 گرم زعفرون خشک بردن، 4 تا پتو برداشته بودن، یه بخاری ژاپنی، 3 شوار دلر برقی، لوازم خیلی برده بودن. لوازم کوچیک و قیمتی برداشته بودن، هم لوازم بزرگ. آره دقیقاً همینطوری. فلش هم برداشته بودن. لحظه‌ای هم که حالا ما فیلمش از همسایه‌ها گرفتیم که دارن میذارن تو ماشین، داریم فیلماشو، عکساشو موجوده. بعد این آقایی که قد بلند داره یه مقداری هم میلنگه، تو فیلم هم قشنگ مشخصه اگر خواستیم ببینین. 2 مرد جوان که یکی از اونها از ناحیه پا دچار مشکل بوده و به اصطلاح لنگ میزده، با پوشاندن چهره خودشون با روش‌های مختلفی مثل ورود از بالکن، دیلم‌زنی و استفاده از کلید، مواردی از قبیل طلا و جواهر، سکه و دلار و دیگر لوازم قیمتی و با ارزش رو سرقت میکردن و با مهارتی خاصی هیچ ردی از خودشون باقی نمیگذاشتن. گاهن هم خانمایی هم همراهشون داشتن که الان دستگیر شدن، که این موضوع باعث میشه که حالا شهروند وقتی ببینن یا آقای یا خانم توی ماشین هست زیاد شک نکنن که حالا اینا حتما موردی دارن یا نه.
تو ساختمون ما 2 واحد رو زدن. از ساختمون ما حدوداً نزدیک 300 گرم طلا بردن با چیزای دیگه. مثلا هر چی که به دردشون میخورده مثل چراغ قوه برداشتن، ولی مثلا اگه گوشی اونجا بوده رو میز گوشی رو دست نزدن. اگه لپتاپ بوده بر نداشت. گوشی و لپتاپ گیر بیفتن اونا ردیابی میشه، پیگیری میشه و خاطر این سعی میکنم بیشتر گفتم اشیاء خیلی کم حجم و با ارزش رو بردارن مثل طلا. با توجه به حساسیت موضوع و سریالی شدن این سرقت‌ها، تعداد 7 اکیپ گشت محسوس و نامحسوس از مأمورین اقدام به گشتنی‌های هدفمند در مناطق احتمالی آسیب‌پذیر کردند که سرانجام دیروز خوشبختانه تماس مردم که اعلام کردن یک مورد مشکوک است و گشت‌های ما سریع به محل رسیدن، موفق شدیم که این سارقین رو دستگیر کنیم. در بازرسی که به عمل اومد مقادیری طلا، 5 ساعت مچی نفیس، 45 میلیون ریال چک پول، 1 عدد دیلم، اسپری از این گازهای اشک‌آور و از این دستگاهی که مخصوص پرس پلاک‌های پلاکاشون هم تعویض می‌کردن که زیاد شناسایی نشه. اینا اول طبقه دوم رفتن در رو باز کردن، یه مرحله لوازم میارن پایین، میان داخل 206 میذارن، 206 میره یه خورده عقب‌تر وام میسته. دوباره باز وارد ساختمون میشن، میان طبقه اولو باز. پلاک جلو رو کلا برداشتن، پلاک عقبش هست ولی آره که همسایه‌ها دیدن که ماسک زدن و مشکوک. اصلا پلاک جلو نداشت اصلا. آره 206 هاشبک سفیده با ماسک و کلاه نقاب دار بودن ستاییشون. آره لباساشون هم که اینجاست که این لباسا رو هم تغییر میدادن که اگه مردم موقع بالیه لباس اینا رو معرفی میکردن به پلیس، بعدش که اون لباس رو عوض میکردن کسی نمیدونسته که اینا همونا هستن یا نه، یعنی برای ردگم کنه. اعترافات خودشون اعلام کردن که از شهرستان قائم شهر اومدن. از طریق آقا بسری با یه خانمی آشنا شدیم، بعد اینا با هم حالات از قبل با هم در ارتباط بودن. ما رو بردن گفتن یه کلید از کلید بگیریم بریم فلانجا، بریم در خونه رو خراب کنیم، وارد خونه بشینیم و یه دوربر 5 میلیارد وسیله است بگیریم بیاریم، بعد نصفشو بگیریم بیارین یعنی بدوزین دیگه. آره از خونه خودمون بدوزیم بیاریم، نصف بر ما نصف بر شما. من میخوام بیمه بشه پول بگیرم از این داستان که خدا گفت این خونه خودش برین انگار دزدی. آره خون خواهرش. ما رفتیم اونجا این اتفاق افتاد. مگه سابقه داری؟ مگه دزدی بلدی؟ سابقه دار هستیم. سابقه چی داری؟ سابقه مواد دارم. مواد چند تا؟ یک دونه ادامه کشیدم. یه بار رفت تالا زندان؟ آره یه بار رفتم. خب بعد چند بار تا حالا از این سرقتا کردی؟ از این مدل سرقتیایی که بهت بگن حالا توی شمال ما رو سر همین داستان گرفته بودن که آزاد شد. این داستان اینه چی؟ سر همین سرقت گرفته بودن آزاد شد. سرقت منزل و اینا؟ سرقت آره. عجیب غریب نیست قصه ای که تعریف شده، من زیاد متوجه نشدم. ایشون چند فقره سرقت، سابقه سرقت هم داره که حالا اعلام نمیکنه. دوربین هایی که ما رصد کردیم چون سارقین صورتشون رو بپوشوندن، متوجه شدیم تو یک صحنه سرقت یکی از این سارقین پاش لنگ میزنه. خب یه نشونه شد برای پلیس که این پیگیری کنیم. الان که ایشون دستگیر شده ببینیم دقیقاً این همون شخصه و پاش تیر خورده. البته حالا علت تیر خوردگیشو چیز دیگه میگه ولی بعید میدونم که اون چیزی که ایشون میگه باشه. سابقه سرقت هم دارن، سابقه مواد دارن، هر نوع سابقه که شما بخواید اینا دارن، کارشون همینه هر دو نفرشون. حالا کم از موقع سرقت تعریف کن چه اتفاقی افتاد؟ هیچ، رفتیم اونجا کلید داشتیم دیگه، کلید انداختیم در باز کردیم رفتیم داخل. فقط به خاطر اینکه دختر برگشته بود گفته بود که مثلا دامادم اینا متوجه نشن فلان چیزا، ما الکی چند تا ضربه با چکش و دیلمینو زدیم که در خراب بشه، مثلا در اینجوری باز کردیم. زمانی که رفتیم داخل ضربه زدیم. تو بگو چی بگم؟ چه خبر؟ من اصلا در جریان نبودم. چی کجا بودی؟ چوری گرفتنه؟ نمیدونستم اصلا، با هم اومدیم فقط جمعه بود اومدیم مثلا مشهد. رفتی با بخوام بارم خونه خب رفتم بیرون درم وایساده بودم. باقی نرفتی اصلا؟ اون دیدم کلید انداخت رفت. نه من تو ماشین بودم، کلید انداخت رفت تو در، من منتظر بودم خب بیاد. این همه این روز قبلش صحبت کردن و رفتن و نقشه کشیدن. من اصلا نبودم آجی، من نبودم جان آجی من نبودم. تو نبودی چیز بگی. من از در اومدم تو نشون میدم. هر چیزی میخوای بگی، هر گوش بده. قد و قوارات نگاه کن. این کشیدگی صورت من هم کشیدگی صورت من این تویی. کدوم؟ این من هم؟ آره.
ببرم اونجا اولی منم بعد نگاه کن ببرم قاسم آباد این توپله اصلا من الان به جای کجا قاسم آباد بعد این چوری میشه اصلا هیکل ببین اصلا آره الکی باز بچسبونیم آره دیدی ببرمش قاسم آباد قشنگ بیش از 50 تا شاکی قاسم آباد آقا 200 تا شاکی اصلا بیاد باید الان ثابت بشه آره ثابت بشه دیگه فیلم داریم مستند داریم عکس شناسایی کردین چیزی داشتین که همین افراد بودن و اینها خودشونن. بله فیلمایی که تطبیق میدیم خودشونن. تو فیلم ها کفشایی که آورده بودن از متهما در آورده بودن تو فیلم های ما همونه. کیفی که دیلم داشتن همراهشون هستش دقیقاً همون کیفه و پای آقا که میلنگه دقیقاً تو فیلم ها مشهوده که این پاش میلنگه، مشکل داره یک پاش. سویت تبرسی داشتن دیشب هم دوتاشون با هم بودن قبل از که بخوان سرقت انجام بدن گوشیاشون اونجا میزنن که خطشون بشه شناسایی نشه تو محل سرقت. بعد پلاکارم این آقا چسب میزده محلم بیرون این منتظر بوده قشنگ قبل از سرقت همسایه دیدنش که منتظر آقا بوده بعد تا مامورم میبینه فرار میکنه دستگیرم که میشه از داخل ماشینش لباسای اون یکی دیگه کشف میشه لباساش و تجهیزات و آلات ادوات جرم. بعد دیروزم خودشون اعتراف کردن گفتن آقا ما دوتایی با هم رفتیم سرقت منزل. اول میگفتن نه ما با هم نبودیم بعد پلاک و چسبای دو طرفه که کشف شد و تجهیزات لباسام که تو ماشین این آقا کشف شد بعد گفت آره ما با هم بودیم. سرقت دیروزو اعتراف هم کردن و سرقت‌های قبلی رو هم میگه فردی دیگه که با همون خانم آدرس‌ها رو شناسایی می‌کردن سرقت می‌کردن وسایل هم بنده خدا می‌فروخته و سهم ما رو میداده. تو همینجا که بازرسی انجام دادیم از داخل جیب آقا بدلیجات و طلا کش شد که شاکی هم شناسایی کرد مبلغ 4 میلیون خورده هم پول از جیب متهم دیگه دستگیر شد تراول صدی و 50 خود شاکی گفت من پولم قبل از اینکه کش کنیم گفت پولم تراول و صدی بوده که از جیب همین آقا کش شد. حالا چیه شما؟ من زنبوردارم. کجا؟ شما چیکاره؟ سابقه‌ای که داری مال چی بوده؟ سابقه مواد. فقط مواد. یه مواد دارم 27 سال. سرقت منزلم داری، سابقه سرقت منزلم دارم. ما گرفتیم از سیستممون سابقه سرقت منزلم داری. آقای رهبر به استظهار برسون الان دستاتو بیار بیرون دستاش چسبیه یعنی پلاکاری که عوض میکردن چسب دو طرفه که میزدن چون پلاکو می‌خواستن عوض کنن الان آثارش داشتن رو دستش چسب اون دست دیگه هم بیار بیرون ببینید پلاکاری که تعویض میکردن پلاکای حالا میزدن که شناسایی نشن تمام چسبا ردش رو دستشون هست. خب چه دلیل داشته اینو بخوام پلاکش تعویض کنن؟ همین خودش جای سوال. اون کسی که شما رو فرستاده بود تو باغ اون چی شد؟ دو خانم اینجا هستن به اضافه یه آقایی که نیومد دیگه گفت من میشناسم من نمیدونم همونو که بهت گفتن بری داخل باغ و اینا. بله که اینو با هم با کار کردن همدیگر میشناسن و این دوستان اینا راه میرن خونه‌هایی که مد نظره اونا رو برمی‌دارن آدرساشو میدن با هماهنگی اینا میرن سرقت انجام میدن. اصلا این آقا ما رو نمیشناسه که بخوایم بگیم. از همه شهروندان عزیز هم تقاضا داریم از قفل‌ها و دربه‌های مستحکم در منازلشون استفاده کنن. راه‌های نفوذ سارقین رو مسدود کنن. حتی امکان از تجهیزات بازدارنده مثل دزدگیر و دوربین مداربسته در محل سکونت و محل کار خودشون استفاده کنن.